هدف این بود که تعداد کشته‌ها در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر مردم کشته بشن ما میاییم و دخالت میکنیم، که خود این حرف یک دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگه هست. ما صداهای ضبط شده‌ای داریم از پیام‌هایی که از خارج از کشور برای این عوامل تروریستی آمده بود که شما در بین تظاهر کنندگان شلیک بکنید، اگر پلیس رو تونستید بزنید پلیس رو بزنید، اگر نشد همون مردم عادی رو بزنید، اگر نشد همون دختری همون پسری که جلوی شما قرار داره همون رو بزنید. ما اسناد و مدارک زیادی داریم که حاکی از دخالت هم آمریکا و هم اسرائیل در این حرکت تروریستی هست. رسانه‌های اسرائیل پر است از ادعاهایی که انجام شده که اونها مشغول طراحی عملیات در ایران هستند. آقای پومپئو که فرد کمی نیست، رئیس سازمان CIA بوده در زمان آقای ترامپ. ایشون توییت زده و میگه که من سال جدید رو به ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و به مأمورین موساد که در کنار اونها حرکت میکنند تبریک میگم. یعنی یک اعتراف صریح خونخواه همه اونها دولت ایران هست و خود ما هستیم و این رو هم در مراجع بین‌المللی دنبال میکنیم هم در مراجع داخل کشور. نیروهای انتظامی ما الان با اقتدار کامل کنترل اوضاع رو در دست دارن. امیدوار هستیم که اشتباه محاسباتی توسط کشورهای دیگه صورت نگیره. از نظر ما آنچه که در این 3 روز 8 تا 10 ژانویه اتفاق افتاد در ادامه جنگ 12 روزه بود، طراحی از خارج و برای کشاندن آشوب به داخل کشور ما. مدارکی به دست اومده و خودشون اعتراف کردند که پولهای بسیار زیادی به اینها داده شده بوده و توسط پول تطمیع شده بودند. برای حمله به هر مرکز پلیس 80 میلیون تومان پرداخت شده بوده. برای حمله به خودرو و آتش زدن خودروهای دولتی 50 میلیون تومان. برای آتش زدن اماکن 20 میلیون تومان. اینها همه مدارکش وجود داره، اعترافاتش وجود داره، پولهایی که به اینها پرداخت شده وجود داره. فیلم‌های وجود داره که دارن به سمت مردم و به سمت نیروهای پلیس تیراندازی میکنن. حتی ما فیلم‌هایی رو داریم که اسلحه دارن پخش میکنن بین مردم. این مغازه آتش زده شده. در بازار یکی از شهرها 200 مغازه آتش گرفته. به آمبولانس‌ها حمله کردن. در همون 3 روز 180 آمبولانس آتش زده شده. اتوبوس‌ها آتش زده شده. و بعد به مساجد حمله کردن، چیزی که کاملا عجیبه. از هیچ ایرانی نیست که به مسجد حمله کنه و مسجد رو آتش بزنه. 53 مسجد آتش زده شده در سراسر کشور.